سلام دوستای تکسول پرشیایی خوب عزیز و پر انرژی من. امروز براتون یک وبسایتی آوردم که با استفاده از این وبسایت اولا خیلی معتبره که قرار ببینید چرا میگم معتبره. دوما اینکه راه‌های درآمدزایی بسیاری داره، از جمله تبلیغ دیدن، از جمله پر کردن یک فرم، از جمله کسب درآمد از بازی. کلا متنوع، هر چی بخوای توش داره، هر روش کسب درآمدی که بخوای توش داره. و آخر ویدیو هم بهتون میگم چجوری درآمدتون رو از این سایت بیشتر بکنید و هم اینکه چجوری درآمدتون رو برداشت بکنید. راههای برداشت درآمدش رو قراره با هم دیگه بررسی بکنیم. البته یک ویدیو اختصاصی خواهیم داشت در مورد روش‌های برداشت درآمد که ما که توی ایران هستیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم به راحتی و بدون دردسر. این رو حتما بهتون میگم. پس طبق روال گذشته ازتون میخوام که اگه کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و اگه تا آخر ویدیو از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون ارسال بکنید. سایتی که براتون آوردم آدرسش هست getpaid2.com. وقتی که شما میاید توی این سایت، اجازه بدید که این صفحه پایینی ببندم. وقتی که شما میاید توی این سایت باید این بالا شما ساین اپ یا ساین اپ کنید یا حساب کاربری بسازید که خیلی خیلی راحت هست این پروسه. و یکی از دلایلی که میگم این وبسایت خیلی معتبره، این ابزار ازتون یک کد پستی میخواد و من بهتون از من نشنیده بگیرید. میتونید برید توی اینترنت کدهای پستی مختلفی که هستن رو پیدا بکنید و وارد بکنید و من پیشنهادم اینه که لوکیشنتون اروپا آمریکا بزنید و این خیلی خیلی مهمه و تاثیر میذاره. با حساب ایمیلتون و اینا حساب کاربری باز میکنید و تمام. و یکی دیگه از دلایلی که میگم این وبسایت خیلی معتبره، باید اون ایمیلی که به وبسایت میدید وریفای بکنید. وریفای کردن چیه؟ معنیش چیه؟ یعنی شما دیگه نمیتونید ایمیل فیک استفاده بکنید. باید حتما ایمیل خودتون باشه. برید توی اکانت جیمیلتون و روی لینکی که از طرف این وبسایت اومده کلیک بکنید و اکانت اون ایمیلی که دادید وریفای بشه، به اصطلاح یا تایید هویت بشه که ایمیل برای خود شماست. خب وقتی که این کار رو انجام دادید، روی این داشبورد بزنید، یه همچین یا این get paid to رو بزنید، یه همچین صفحه ای رو قرار شما مشاهده بکنید. توی این ویدیو من 3 تا از روش هایی که میتونید از این سایت درآمد کسب بکنید رو بهتون میگم. این سایت بهتون امتیاز یا پوینتس میده که درآمد هر کدوم از این شاخه ها متفاوته، که درآمد این مقدار پوینت هایی که میده متفاوت هست. و بعد از اینکه به اون مینیمم ببینید، مینیممش 2468 پوینت مینیمم که شما بتونید درآمدتون رو برداشت بکنید و این پوینت ها رو خیلی راحته به دست آوردن. مثلا اینو ببینید، این بازی رو اگر شما کامپلیت بکنید، کامل بکنید و میگه دیگه مثلا 30 ثانیه باید این بازی رو بازی کنی، 1000 پوینت به دست میاری. خب 2 تا 3 تا از این بازی رو بازی کنید که تمام. خب راحت ترین روشیه وقتی که شما اومدید اینجا یکم اسکرول کنید بیایید پایین، یه بخشی وجود داره نوشته شورت لینکس. روی این که بزنید یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. این چیه؟ شما هر 24 ساعت یک بار، الان من حالا اینو بشمارید دیگه، میتونم روی اینها کلیک بکنم. چه اتفاقی میفته؟ روی این مثلا کلیک بکنید 10 پوینت ریوارد یا جایزه بهتون میده. روش که بزنید هدایت میشید به یک صفحه وبسایت و توی اون صفحه وبسایت باید شما به عنوان مثال 10 ثانیه 15 ثانیه، اینجا مثلا 16 ثانیه صبر بکنید. یه دکمه ظاهر میشه میگه که کانتینیو. شما کانتینیو رو که کلیک بکنید فقط یه نکته وجود داره، هیچ کدوم از این تبلیغات رو شما نباید ببندید، چون اگر که این تبلیغات رو شما ببندید هیچ درآمدی قرار نیست به شما تعلق بگیرد و این نکته خیلی مهمیه. ببین به سختی الان میتونم که روی دکمه کانتینیو پایین کلیک بکنم ایناش. خب این دکمه قرمز رنگ، دکمه کانتینیو رو که بزنید هدایت میشید به یه صفحه دیگه و وقتی که برگردید به وبسایت اصلی اینجا براتون می نویسی که بله من 10 پوینت به پوینت های شما اضافه شد، یا مثلا این سایت میگه 6 پوینت اگر روش کلیک بکنید. مثلا من اینو کامل کردم، میگه که 24 ساعت دیگه میتونید دوباره روی این
کلیک بکنی. خب این یه روش. اگه دوست داشتی آره بیا از این روش استفاده بکن. انقدر این سایت ابزارهای درآمدزاییش زیاده که واقعا آدم میمونه از کدوم یکیش استفاده بکنه. دومین ابزاری که وجود داره و هممون هم دوست داریم گیمه. آقا گیم چجوری گیم اون گیم ها رو بیاریم؟ اینجا وقتی که همینجا روی داشبورد یعنی روی این لوگوی سایت کلیک کردید شما این بخش رو خواهید درسته. بیایید که پایین یه بخشی وجود داره به اسم earn. این پایین نوشته earn، نوشته که play games. بله شما این رو که بزنید به یه همچین صفحه‌ای هدایت میشید. مثلا چی؟ اینجا چی نکته رو دقت بکنید. گفته که باید هر کدوم از این گیم ها رو حداقل 30 ثانیه بازی بکنید تا اینکه اون امتیازش رو به دست بیارید. مثلا کندی کانکت چیه؟ روی این کلیک میکنید. شما اینجا توضیح داده میگه که you will get 1 point، یعنی هر پر گیم پلی، یعنی شما هر بار که این بازی رو بازی میکنید یک امتیاز میگیرید. خب و مجاز هستید که توی این 24 ساعت هر 24 ساعت یک بار 507 پوینت شما از گیم ها به دست بیارید. خب این یه روش، ولی روش دیگه هم وجود داره. روش دیگه چیه؟ شما همین روی لوگوی سایت که بزنید بیاید پایین توی بخش earn یه take surveys یا فرم پر کردن این رو دارید که به یه همچین صفحه هدایت میشید و اینجا میتونید فرم های مختلفی رو شما ببینید که به ازای پر کردن اونها به قرار به شما پول بده. خب من روی یکیش کلیک میکنم به صورت آزمایشی روی نمیدونم این brain.ai من کلیک کردم. خب ببینیم که this is old نمیدونم چی بذارید که لود بشه با سرعت اینترنتی که ما داریم. خب تا این لود میشه که البته لود شد، میگه که با VPN نمیشه. سروی تایم رو میزنم این بغل، یکیش باید باشه که VPN رو اجازه بده دیگه. این همش میگه که فاین سرور 2500 پوینت بهتون میده به ازای هر کدوم از این فرم هایی که قرار شما پر بکنید. خب وقتو تلف نکن، برو گیم بازی کن، برو فرم پر کن، برو سایت اون شورت لینکسی که الان بهت گفتم کلیک کن روی سایت ها و ببین مثلا اینه و اون امتیازات تو به دست بیار. حداقل 2460 تا رو به دست بیار که به اون مینیمم برداشت درآمد برسی، بتونی درآمدت رو برداشت بکنی. و اما قولی که من بهتون دادم چیه؟ چجوری درآمدمون رو افزایش بدیم؟ خب خیلی راحت. دوباره من روی این لوگو میزنم، شما روی همین لوگوه بزنید get paid to، لوگوی این وبسایته. یکم بیاید پایین شما لینک رفرالتون رو دارید، روی این لینک رفرالتون بزنید و کپی کنید. حالا به هر طریقی که دوست دارید اینجوری بگید کپی کنید، هر جوری که دوست دارید کپی بکنید و برای دوستاتون ارسال بکنید. دوستاتون که از این روش بیان استفاده بکنن 15% از درآمدی که کسب میکنن رو به شما میده. مثلا اگه $100 کسب بکنن $15 به شما میرسه. اگه $1000 کسب بکنن $150 به شما میرسه بدون اینکه کاری انجام بدید. خب پس این از قول اولی که بهتون داده بودم چجوری درآمدمون رو توی این سایت ما به حد اکثر برسونیم. پس شما یک شبکه از دوستانتون رو پوشش بدید و چجوری شیرین ترین قضیه اینه که چجوری ما بتونیم درآمدمون رو از این سایت برداشت بکنیم. خب ببینید اینجا بخوایم که ببینید درآمدمون رو چجوری برداشت بکنیم، هم بیایید پایین یه earn نوشته، روی earn که بزنید cash out، البته روی cash out باید بزنید، روی earn نه. توی cash out شما payment options رو بزنید، به یه همچین صفحه میایید. اوکی اینجا اشاره کرده هر 5000 پوینت $1، یعنی شما 10,000 پوینت رو به دست بیارید میشه $2 و همینجوری برو بالا. ولی با چه روشهایی میتونید برداشت بکنید؟ شما اگه حساب پیپل داری میتونی خیلی راحت درآمدت رو برداشت بکنی. شما اگر کیف پول تراست والت داری، کیف پول نوبیتکس داری یا کیف پول‌های فیزیکی سخت افزاری غیره، هر کدومش رو که داری میتونی با استفاده از اینها بیت کوین، اتریوم، هر کدوم که دوست داری available کریپتوکارنسیز مثلا الان لایت کوین رو داره. شما با لایت کوین میتونی این نوبیتکس هم داره دیگه، تراست والت هم داره، همین والت ها دارن، برداشت بکن، تبدیلش بکن به تتر و نقدش بکن، تومنش بکن. و اگه دوست نداری هیچ کدوم از اینها رو، شما میتونی گیفت کارت آمازون بگیری. اوکی شما میتونی با استفاده از این درآمدت رو نقد بکنی. پس حتما توصیه میکنم برو این سایت رو امتحان بکن
و این سایت خیلی معتبره. یکی از دلایل دیگه معتبر بودنش اینه که روی این علامت نامه اگر بدهید شما میتونید به پشتیبانی پیام ارسال بکنید، تیکت باز بکنید، پیام ارسال بکنید، سوال بپرسید، مشکلتون رو بگید و این سایت خیلی معتبریه در بین تمام سایت‌هایی که تا الان دیدم برای این روش از کسب درآمد که با استفاده از تبلیغ و با استفاده از خدمت شما عرض کنم که پر کردن فرم و غیره. پس وقت رو تلف نکن، حتما برو استفاده بکن. لینک این سایت رو هم توی چنل تلگرامیم براتون قرار میدم که بتونید دسترسی داشته باشید و حساب کاربری برید و ایجاد بکنید. امیدوارم که از این ویدیو هم مثل ویدیوهای گذشته که لذت برده باشید و اگه ویدیو رو لایک نکردی حتما ویدیو رو لایک بکن و ویدیوی بعد میبینمت.